سلام. در مهمانی ما هستند اسماعیل طلبکوف، معاون اول رهبر حزب کمونیستی تاجیکستان. جناب طلبکوف، خوش آمدید به صحبت. تشکر. جناب طلبکوف، خبرها در مورد بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان میرسند. نخست میخواستم واکنش شما را یا نظر شما را نسبت بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان بفهمم. بله، ما نیز از طریق واسطه اخبار عامه اوید این خبر ناخوش البته برای حرکت بین المللی کمونیستی به خصوص با ما کمونیستان آگاهی یافتیم. بسته شدن حزب کمونیستی قزاقستان باعث تاسف است، چون که او دلیل هایی که در قضیه این قضیه آورده شده است که گویا از حساب شماره کمونیستا حقیقت حال درست نبودنش و از حساب دلیل های رهبر حزب کمونیست قزاقستان پیش آورده شده است که این به اشتراکی رهبریت حزب کمونیست قزاقستان همین حکم دادگاه برآمده است. این البته باعث بسیار نگرانی و تاسف است. استاد، چون در مورد بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان گفتیم و این خبر در حالی است که در تاجیکستان هم سر و صداها در مورد بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. نظر شما در این رابطه چی هست؟ تا چه اندازه قطعی فعالیت نهضت اسلام روی کار می آمد؟ البته این موضوع بسیار موضوع مرکب است، موضوع نازک است و این موضوع رو می توانند که خودی رهبریت عالی سیاسی حزب نهضت اسلام مورد بررسی قرار دهند و باید این مسئله قرار خودشون رو قبول نمایند. ولی بنابر سبب او اینقدر عملها، اینقدر وجه‌هایی که به واسطه تلویزیون، رادیو، واسطه اخبار عامه می‌بینیم، من فکر می‌کنم که تا یک اندازه تهداب یا خود تحکرسی یا خود اساسی واقعی برای بستن حزب نهضت اسلام روی کار آمده شده است. اما جناب طلبکوف، آیا احتمالی وجود دارد که در پی خبری بسته شدن حزب کمونیستی قزاقستان در تاجیکستان هم حزب کمونیست بسته شود؟ من باز یک بار دیگر تکرار میکنم که حزب کمونیست تاجیکستان بعد از پراکنده شوی دولت سامانیان، بعد زیاد از 1000 سال از بین رفتن دولت سامانیان، حزبی بود که سال 1924 حزب کمونیست اتحاد شوروی در دایره حزب کمونیست تاجیکستان برای بنیاد جمهوری автономии تاجیکستان سعی و کوشش کردند. بعد از آن سال 1929 این جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان همچون یک سوبیکت مستقل سازمان بین المللی اعتراف شد و در تحکیم و رشد دولتداری تاجیکستان هم از لحاظ سیاسی، هم از فرهنگی، هم از اقتصادی و بهداشت زندگی مردم اساسی بسیار واقعی گذاشت، اساسی با اعتماد گذاشت و یگان قوا، یگان شخصیت های نمیتوانند که دستاوردهای حزب کمونیست تاجیکستان را در رشد تاجیکستان عزیز ما، وطن عزیز ما نادیده گیرند و ما در همه حالت هم رئیس حزب هم رهبریت حزب کمونیست تاجیکستان منتظم مسئله گذاری میکند، تاکید میکند که ما منفعت های عمومی ملی، منفعت های عمومی دولتی، عمومی خلقی، یک پارچگی تاجیکستان، صلح و ثبات و روند دموکراتیک کنونی جامعه را از منفعت های حزبی خود بالا میگذاریم. از همین نقطه نظر من فکر میکنم که ما عملهای روی کار نیاورده ایستادیم که برای بسته شدن فعالیت حزب اساس واقعی شود. تشکر میکنم. در صحبت ما بودن اسماعیل طلبکوف، معاون اول رهبر حزب کمونیستی تاجیکستان. جناب طلبکوف، یک جهان تشکر.